ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. به افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی، رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار 34. در باش او را دختر و دامادش، نبیره هایش بجای نداهای شادی، با گریه های های پیشواز گرفتند. نیسانی روشن هم می گریستند. فاطمه بانو در بین آنها نبود. فردوسی به فاجعه پی بود. حس کرد که کدام یک بندی دلش کنده شد. پاهایش سوس شدند. بی حالانه به زمین فرو نشست و دو دست بر سر زده فغان برداشت. ای وای خاک به سرم، وا فاطمه جانم، وا یاری مهربانم، همسری از جان عزیزترم. من سوی تو می شتافتم، تو کجا رفتی؟ چرا از من پیشتر رفتی؟ ای پیری بدبخت، به وطن رسیدی و باز غریب شدی. همسایه ها آمده به عزاداری شاعری مصیبت زده شریک شدند، نوحه انداختند. حولی ماتم سرا گشت. پیرمردان او را تسلی می دادند، می گفتند که او خود حکیم است و بهتر از هر کس می داند که از قضا و قدر گریز نیست. گریه و ناله رفته را باز نمی آورد و زنده جز صبر چاره ندارد. فردوسی یک هفته ماتم گرفت. در سری قبری همسرش قربانی ها کرد. چار و ناچار به مصیبتی نوش مدارا کرده کم کم به خود آمد. در این میان از همه غمگین تر بابک بود. شیرینی او را 1 ماه پیش به شوهر داده بودند. دخترک به 17 قدم ماند. از بابک درک نیست. پدر و مادری شیرین دیگر در خانه نگاه داشتنی دختری باریکشان را ناممکن دانسته او را به نکاح یکی از برزگران جوان در آورده بودند. بابکی ناکام 2 روز از دیه گم شد. فردوسی به سراغش به هر طرف آدم فرستاد. او را در راهی نیشاپور در یک کاروان سرا یافتند و گردانده آوردند. سرفکنده و ملول بود. به پای خواجه‌اش و استادش افتیده گریست. فردوسی اول او را جنگ کرد که چرا به وی هیچ چیز نگفته این طور دزدانه گریخت، ولی بعد تسلی داد. گیلمن باشی از من گیلمن باش پسر. من تو را به سفر بردم و دیر نگاه داشتم. چاره نبود. به تو عادت کرده بودم. بی تو حالی من مشکل می بود. تو به من بجای پسرم پسر شدی. این قدر غصه مخور، خودت را به دست گیر.
نمی خواهم، دیگرش را نمی خواهم. گویان می گریست جوانی هجران زدهی نامراد. فاتحه کرده بودند، به وی سوغاتی آورده بودم. بابک گریان از حجره برآمد. فردوسی دخترش را به نزدش طلبید. بابک به من به جای پسرم پسر شد، گفت او به منیشه. تو او را دادرت بدان، مهربانش باش. برایش دختری خوبی را خواستگاری بکن. حق خدمت بابک به گردن من است. 1-2 جریب زمینمان را به نام او وثیقه می کنیم. از مابین 2 ماه گذشت. کار بدان انجامید که بابک را به دختری یکی از کشاورزان دیهه خاندار کردند. فردوسی به جای پدری داماد و منیژه بانو به جای مادرش شده، خراجاتی توی عروسی و مهر عروس را برداشتند. اندکی بیشتر از 1 جریب زمینی میراثی شایر با وثیقه و مهر قاضی به بابک بخشیده شد. فردوسی را شیخ بزرگ ابوالقاسم مسلمانی ریایی و مجوسی نهانی اعلان کرد. عبدالنبی شادابی در جامع تابیران به جماعت می گفت که گرفتار شده غضب پادشاه اسلام را نباید به مسجد راه داد. علما و آخوندها، پیروان و شاگردان آنها از فردوسی کنارگیر شده به مجلس و معرکه هایشان دعوتش نمی کردند. به سلامش به زور علیک می گفتند و می گذشتند. ارسلان خانی حاکم باشد، اگر سلطان در سفری هند نمی بود، بیشک شاعر را گرفته به غزنی می فرستاد. فردوسی به جهان و تشویش‌های آن پشت گردانده، خود را در حجره درونی باغش محبوس کرد. منیژه بانو او را پرستاری می نمود. نیسانی می آمد، با شاعر شاهمات می باخت، لطیفه ها می گفت. محمدی لشکری و دیگر دوستان و مخلصان شاعر از جمله فاضلان شهر به زیارتش می آمدند. فردوسی در صحبت آنها 1 ساعت هم باشد غم و اندوه را فراموش می کرد. وقتهای دیگر وی به عبادت داده می شد. از کتابها فقط قرآن می خواند و بس. یوسف و زلیخایش را که در شعریت با شاهنامه به مقایسه نمی آید بهترین اثری خود می شمرد و به این داستان پارچه های نوی اضافه می کرد. اما پیرشاعری جفاکش را باز هم آسوده نگذاشتند. شهرتی شاهنامه روزافزون بود. داستانهای آن نسخه برداری شده دست به دست می گشتند. شاه بیتها، پندها، حکمتهای آن به حکم ضرب المثل در آمده. مصرع‌های هجوی شاه محمود به زبانها افتاده بودند. هجو را نخستین بار در هرات ابوبکر اسماعیل و ابودلف خوانده بودند و نخستین شنونده بابک بود. بابک بعضی بیت‌های هجونامه را از یاد کرده بود و به جوره‌هایش می‌خواند که بدین واسطه او سببگاری پهن شدن آن بیت‌ها گردید.
شهرتی شاعر و شاهنامه او ریگ به کفش و کایک به تنبانی شیخ‌ها و آخوندها می انداخت. عبدالنبی شادابی در همه جا آوازه می انداخت که فردوسی به پادشاه اسلام عاصی شده از غضب او گریخته در دیهه خود پنهان شده است. خطیبان هرگاه که در خطابهایشان به قرمطی ها، معتزلی ها، فلسفی های بدکیش لعنت می فرستادند، مجوسان و ستاینده آنها را نیز فراموش نمی کردند. فقط اغواهای آنان از هجومهای زبانی آن سو نمی گذشت. آنها جرأتی از گفتار به کردار گذشتن نمی کردند، زیرا فاضلان و ادیبان شهر عامه مردم محب شاعر بودند. به خار کننده او شاه محمود نفرت می خواندند. باری نیسانی با استاد خبر آورد که در جامع تبیران بعد از نماز وقتی که شیخ ابوالقاسم به جماعت درباره فردوسی اعتزال مذهب و ستاینده مجوسان سخن می‌راند، محمدی لشکری پیر با آوازی بلند به او جسورانه اعتراض کرد. حضرت، چنین سخنها که در حق فردوسی میشنویم دلیل ندارند، همه فرضی و گمانی اند. از شهر ما چنین یک مردی بزرگ و شاعری شهیر برآمده است که در مشرق و مغرب همتا ندارد. ما را با وی افتخار کردن می باید، نه این که در حقش بدگویی کردن. این را گفته لشکری از مسجد به در رفت. در جماعت غلاغوله برخاست. بیشترین حاضران به تصدیق سخن وی آواز برآوردند. با این احوال 1 سال گذشت. یک وقت در طوس واقعی روی داد که از آن بعد دشمنان فردوسی دلیرتر شدند. شیخ مسلم بن طاهر نامی از همکسبه های شیخ بزرگ غزنوی مهمشاد عزم طواف کعبه نموده سری راه یک چند مدت در طوس توقف کرد و در اولین جمعه از منبر مسجد جامع وعظ گفت. با خشم و آتشینی قرمطیان را دشنام داد. طوسیان را سرزنش کرد که در شهرشان
به وجود داعیان اسماعیلیه و قرمطیه طاقت می آورند. به قید و کمع ایشان مساهله می کنند. اخوانیان کافر پیشه را که در خفیه مجلس ها ساخته بدعتشان را تبلیغ می کنند نادیده می گیرند. واعظ ابو علی ابن سینا را به یاد آورده گفت که وی از قهر سلطان دین پناه گریزان و در شهرهای خراسان و ایران پناهجوی است و به طوس هم آمده نظر به خبرهای به دارالسلطنه رسیده در اینجا نیز به خود شاگردان و مریدان پیدا کرده در حلقه آنان درس گفته است و هم عجب نیست با هم مذهبش ابوالقاسم فردوسی بازدید و به یک جایه عمل کردن پیمان کرده باشد. شما طوسی ها مسلمانید، می گفت شیخ مسلم. نسایی ها، ابیوردی ها، سمنگانی ها، جاجرمی ها که ابن سینا از شهرهای ایشان گذشته است نیز مسلمانند، ولی هیچ کدامتان حرکتی هم نکردید که آن دهری فلسفی را باز داشته به دست سلطان سپارید، بلکه بسیاری از شماها او را با عزت و اکرام پذیره شدید، بیمارانتان را پیش وی طبابت کناندید. بعد این تنبیه و طعنه های شیخ در طوس گیراگیری قرمطیان، اسماعیلیان، اخوانیان حقیقی و گمانی آغاز یافت. مردمانی جاهلی متعصب با تحریک شیخ و آخوندها به خانه های بدکیشان هجوم آورده آن بدبختان را می گرفتند، می کشتند، به زندان می کشاندند. خطری دستگیر شدن به فردوسی هم تهدید می کرد. دوستانش به او مصلحت می دادند که اگرچه موقتاً باشد هم طوس را ترک کرده سری خود را به یگان طرف بگیرد، ولی او راضی نمی شد. کجا برود؟ در ملکت سلطان محمود برای شخصانی همچو فردوسی در هیچ کجا سرپناه نیست. سلطان خود برای شهرت اسلام در هند برهمن کشی می کند، اما در غیب وی در داخل مملکت شیخ محمشاد ها، شیخ ابوالقاسم ها، شیخ مسلم ها، عبدالنبی ها باید هزاران قرمطی، اسماعیلی، معتزلی، فلسفی را تسلق سری سلطان دین پناه بکنند. اما فردوسی مصلحت دوستانش را قبول نمی کرد. عمر من تمام شده است، بقیه‌اش به زحمتی که من برای محافظت آن باید بکشم نمی ارزد. می گفت او به آنها. اگر سری پیری من با ایشان در کار باشد بگذار بگیرند. حامیان دین مبین باشند، در گیراگیری بدکیشان به پیری و جوانی آنها نگاه نمی کردند. خبری عزیمت سلطان از هند
این گیراگیر را قوت داد. آتش به جنگل افتاده بود، خشک و تر می سوخت. وکیل مالیات ابو ابراهیم که از نیکخواهان سری فردوسی بود، یک شب ابودلف را به حضورش خوانده به طور سری گفت که استاد را بگو در یگان گوشه مخفی شوند، زیرا حاکم نیت دارد که برابری از هندوستان به پایتخت خود برگشتنی سلطان به اجرای فرمان او راجع به بازداشت کردن شاعر او را تحت محافظت نوکران به غزنی فرستد. ابودلف در غایت اضطراب و آشفته حالی نزد محمد لشکری دوید. او را از قضیه آگاه کرده گفت: من استاد را از راضی کردن به ترک شهر عاجزم، مگر اینکه جناب شما به میانه درآیید. محمد لشکری فوراً سوار شده با همراهی ابودلف به باش روان گردید. در حجره درونی باغ فردوسی با نیسانی شاهمات می باخت. حضرت، شما را مخفی شدن نه تنها ضرور بلکه حتمی گردید. نشسته سخن آغاز کرد لشکری. ابودلف از وکیل مالیات شنیده‌اش را نقل کرد. لشکری با جدیتی تمام سخنش را ادامه داد. بدون تأخیر به تبریستان بروید. حضرت، به تبریستان گفتنم 3 وجه دارد. اولا آن دیار حالی حاضر قلمروی سلطان نیست و از دسترس وی دورتر هم هست. ثانیاً امیر تبریستان از نژاد یزدگردی شهریار است و چون شما تاریخ ساسانیان را نظم کرده اید، او بیشک شما را محترم خواهد داشت. ثالثاً او کتابتان را به جان خریدار خواهد شد، زیرا کیست که کارنامه آبا و اجدادش را دوست نداشته باشد؟ گوینده وقتی که دید نیسانی و ابودلف تکلیف او را معقول می دانند و طرفداری می کنند، باز جدی تر شد. سخن تمام حضرت. رختی سفر بربندید و خود را از خطر و دوستانتان را از خاطر پریشانی برهانید. اکنون فردوسی را بجز قبول این پیشنهاد دوستانش چاره نماند. یک شبی تار در بیرونی دروازه غربی توس آنها یک یک شاعر را آغوش کرده و گریسته، زیرا گمان می کردند که شاید از این بعد به دیداری همدیگر نرسند، با وی ودا کردند. در این سفری دور همسفری فردوسی پیش خدمتی سابقش عبدالله بود. عبدالله اکنون کت خدا شده با عیال و پسر و دختری خردسالش در شاداب میزیست. وی تا مرکزی تبریستان گسیلاندن فردوسی را به عهده گرفت. بیابان و کوهساران پیمودند، از رودها، درها، عقبها امور کردند. از نیشاپور و بستام و سیمنان و ری و باز یک چند شهرهای کنان و خرد گذشتند. فردوسی در شهرها عزت و اکرام می یافت، اگرچه این عزت و اکرام اکثراً در خفیه به عمل می آمد، زیرا آن شهرها یا در قلمرو سلطان محمود بودند و اگر در قلمرو او نباشند در دسترس او واقع شده اند. حالی حاضر فقط تبریستان یک درجه از تجاوز او در امان است. جایش دور،
ثانیاً قطارکوهی بلند و جنگلی مازندران سدی راهش می باشند. امیرانی بویهی هم به حرمت نژادی امیری تبریستان که از نسل آخرین شاهنشاهی ساسانی ایران یزدگردی شهریار است، از چشم علا کردن به ملک وی خودداری می نمایند. فردوسی با مشایعت عبدالله بعد 2 ماه به آمل، پایتخت امیری تبریستان رسید. یک منزل به شهر نرسیده از عامل محلی خواهش کرد که قاصدی به نزد امیر فرستاده برای شاعر اجازتی به شهر وارد شدن بپرسد. حاکم سپهبود شهریار نه فقط اجازت داد، بلکه خودش با مقربانش برآمده شاعر را پیشواز گرفت. در شهر برای استقامت وی یک حولی خوب تخصیص و به خدمتش خدمتگارها تعیین کردند. در آن حولی عبدالله 1 هفته پیش استاد دم گرفت و بعد با راهی آمده شان به خراسان برگشت. فردوسی به مهمانی امیر دعوت کرده شد. ضیافت و صحبت از پگاهی تا نصف روز دوام کرد. سپهبودی شهریار پیرمردی خوش‌سیما و با صلابتی بود. آهسته و با تمکین به زبانی فصیح ادبی ولی به لهجه تبری سخن می گفت. جامه عادی از برد، کرباسی تنوکی تبری به تن داشت. روزی دیگر فردوسی را سوار کرده به مقامگاهی تابستانی امیر بردند. آنجا در ساحل جنوبی بحر خزر باغی دلکشایی بود که لیموزار و خرمازار و گلزارهای اطرفشان داشت. در شپنگ کلانی منقش جایی نشست آراسته بودند. جوان پسرانی خوش لباس و کنیزکانی صاحب جمال در ظرفهای زرین و سیمین طعامهای لذیذ و خوشبوی می کشاندند. در مجلس ضیافت 2 پسری کلانسالی امیر، وکیلی درگاه، دبیری خاص و باز چندی از اعیان و اشراف حاضر بودند. سپهبودی شهریار شاهنامه را ورق می‌زد. از شاعر پرسید: تاریخ نیای ما را هم نظم کردی؟ آری جناب عالی، شاهنامه با آن تاریخ ختم می شود. جواب داد شاعر. شما گفتار 34 را از روی رمن استاد ساتم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.